هرچند که گردم با حیا، آبی که بی سرپوشه هست بی شبهگی میشد برا. زنهایی که اگر سطر ندارن مثل همون ظرف‌هایی که آب میگیرن سرپوشه ندارن مثل همون هستن. آبی بی سرپوشه وای مکروه است، وای دیگر نه طهارت میکنه نه خورده میتواند. زنی که حیا ندارد، زنی که سطر ندارد، وای همچون یک زنی مکروه است، یک زنی بدبخت است. این امر خدا است، این ما پشانده نمیتوانیم. پیغمبر خدا میگوید المرأة عورتون، زن خودش عورت است. بین لعن الله الناظر والمنظور الیه، لعنت کند خداوند با آن مردهایی که به سوی این زنهای بی سطر نظر میکنند، یا لعنت کند پیغمبر خدا گفت زنهایی را که تمام مردم نگاهشان بالای خودشان حواله میکنند. این زنهای بی سطر را پیغمبر خدا گفتن لعنه الله، خدا لعنتشان کند.